ولی ما در انتخابات شرکت می‌ورزیم چون این یکی از وظیفه مهمترین یک شهروند است و ما آماده هستیم که فعالانه در آن شرکت ورزیم چون که 1 مارس 2020 این انتخابات برگزار می‌گردد و ما در نقشه داریم که در تاریخ 24 فوریه 2020 یعنی با کارمندان کنسولگرایی در شهر یکاترینبورگ و نمایندگی مهاجرت و مهنت با شهروندان تاجیکستان برای آمادگی و برای دعوت و این انتخابات یعنی برگزار می‌گردد و ما کوشش میکنیم که شهروندان بیرون از وطن در این معرکه یعنی سیاسی و دولتی اشتراک ورزند. روند شفافیت انتخابات از نگاه نظر ما این است که چون که دولت تاجیکستان یکی از دولت دموکراتی است، دولت صاحب اختیار است و بنیاد است و ما شاهد آن هستیم که امروز تاجیکستان در سطح بین المللی است و در انتخاباتی که یعنی از پیش است امید داریم، باوری داریم که ناظران بین المللی در آنجا اشتراک می‌ورزند و در سطح یعنی معین این انتخابات برگزار می‌گردد و با شفافیت آن ما البته به چون و چرا باوری کامل داریم و امید از آن است که این انتخابات بهترین است و در سطح دولتی است، در سطح نظارت ناظران بین المللی است و خوب و بهتر می‌گذرد. انتخابات برای هر یک شهروند، برای هر یک انسان چیزای مهم را میده. یعنی امروز وکیلان مردمی که در این انتخابات پیشکش شده هستند پیش از همه باید سهم‌گذار باشند و این برای ما یک روحیه بلند می‌دهد و ما انتظار آن هستیم که امروز دولت ما یعنی سیاست پیش برده حکومت تاجیکستان در سطح خیلی خوب است و بگذار این وکیلان مردمی برای هر یکی ما، برای هر یک شهروندی که یعنی امروز از مثال عادی یعنی ما شهروندانی که بیرون از وطن هستیم ما از این وکیلان خیلی انتظاری هستیم که بگذار صاف جوانه و بگذار به نفع مردم کار و فعالیت کنند.